أركانهم كفرنا بكم أي كفرناكم أركانهم حطمت أحلامهم. به این جوهلا رسانید که شما خوابو و خسیرو، شما شکست خوردید، شما خاکالوت هستید، روسیا هستید، منهج ندارید، از سلف صالح علم هم ندارید، منهج هم ندارید، قول هم ندارید، حجت هم ندارید. راه یگانه شما توبه است. در نزد اهل سنت می آید، توبه می کنید، کبر و غرور را ترک کنید، قوم پرستی را ترک کنید، توبه کنید و بیایید. ما تا جایی که خبردار شدیم همان جماعتی که بعضی شما خود را به همان جماعت نسبت میتید براءت خود را از شما اعلان کرده، اون جماعتی که خود را شما به همونها نسبت میدید هرگز مسلمان لغوی، مسلمان مجازی، کفار را مسلمان غیر حقیقی، مسلمان مطلق گفتن مسلمان کفر نیست گفتن نگفته و براءت خود از شما اعلان کرده. همچنین خبر اومد از خود شما، از خودی گیری اطراف شما. پس شما کذابی دروغگوهای 4-5 نفر خوبسای بیش نیست. به شما وقت است معرف راسخ از عقب معرف راسخ همه تون راست بیستید، یک به یک بیایید به گروه ما توبه کنید در نزد موحدین و صادقین. روید به حواله شما به الله هست. ما به شما دیگر کارم نداریم، گپ هم نمیزنیم. به درس و به ماندگار شدن مشغول شوید. باز زمانی که توبه نکردید براءتمون رو ما شما اعلان کردیم. شما زنادقه ها، کفار مشرکین براءت خود را از موحدین اعلان کردید، یهود و نصارا به موالات کردید. شما بعد نواقض الاسلام یک چند نواقض الاسلام مجمع علیه گرفتار شدید. بیایید توبه کنید. نکردید بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كفرنا بكم ای کفرناکم. بله، این منهج اهل سنت و الجماعت است، این ملت ابراهیم است، این منهج انبیاء و رسول است. این کفر بالطاغوت است. کفر بالطاغوت نداشته کافر است، کفر بالطاغوت نداشته را مسلمان گفتن کفر است. انا مين است منهج خوابو و خسر. شاء من شاء ابا من ابا. کسی خواست نخواست نیست. این مذهبی ماست. اومدی پروایی تو ندار. کتاب نوبتی را معرف راسخ، رد به معرف راسخ، ابو حنظله، عثمان، این جوهلا انتظار باش. یک ماه نیم ماه کتاب نوبتی سخنهای شما را یک به یک گرفته، یک رساله نوبتی زیباترین که فقط پر از آیات قرآن و احادیث و منهج سلف انیق و دقیق به شما بمیزه و ما ساکت نمیستیم تا روزی توبه شد. و بار دیگر ما شما جوهلا را به مناظره علمی به این مجموعه مبارکه دعوت میکنیم. بیایید به عدل و انصاف 4 دقیقه 5 دقیقه‌ای صحبت بکنیم و حق واضح شود. آیا هل من مجیب آیا لبیک گوینده هستند؟ آیا در بین این دعوا کنندگان شعر که حقیقتشون روباه هست، در بین این روباه مردی هست که بگوید که من اجابت میکنم به بحث مناظره؟ در مسئله مسلمان لغوی، مجازی، مسلمان غیر حقیقی، مسلمان بقرینه، مسلمان گفتن یهود و نصارا بدون قرینه که کفر نیست گفتن، بیاید بحث مناظره بکنیم. الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. آمد باطل نابود شد و حتما باطل نابود شونده و آب شونده و گم شونده است. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. زلزلت أركانهم حطمت أحلامهم.